سلام دوستای خوبم، شبتون بخیر باشه. با من همراه باشید با آموزش این کیک گیلاس خوشمزه و خوشبافت. اول از همه 4 تا تخم مرغ رو به همراه وانیل و شکر داخل همزن بریزید و با دور تند در حد 7 الی 8 دقیقه خوب بزنید. هر از گاهی دور همزنتون رو دورگیری کنید. وقتی به این شکل پفکی و کرمی شد، ماست و روغن رو اضافه کنید و در حد 30 ثانیه هم بزنید تا وقتی خوب مخلوط بشه. بعد در مرحله آخر آرد و بیکینگ پودر رو با هم مخلوط میکنیم و در 2 یا 3 مرحله به مایه کیکمون اضافه میکنیم. خوب مخلوط کنید تا گوله آردی توی مایه کیکتون باقی نمونه. خب حالا بچه، برای اینکه گیلاساتون هم ته‌نشین نشه، یه قاشق آرد رو قاطی گیلاسا کنید و کاملا مخلوط کنید تا آغشته به آرد بشه. بعد مایه کیکتون رو داخل قالب بریزید، قشنگ پهن کنید و گیلاسا رو خیلی منظم و مرتب کنار هم قرار بدید به این شکلی که میبینید. بعد داخل فر بذارید و به سلیقه خودتون برش بزنید و داخل ظرف سربتون قرار بدید و کنار عزیزانتون نوش جان کنید. ممنون که همراه منید. خدا نگهدار.